در آثارخانه ملی تاجیکستان در ردیف دیگر آثار خطی بیزوال بزرگان ملت یک قطار نسخه های دستنویسی آثار بیزوال میرزا عبدالقادر بیدیل نگهداری می شوند که این نسخه ها در برابر اهمیت سرچشمه‌ای داشتند باز اهمیت هنری نیز دارند. در آثارخانه ملی تاجیکستان حدود 30 عدد نسخه از تصنیفات گوناگون میرزا عبدالقادر بیدیل نگهداری می شود. اساساً از میرزا عبدالقادر بیدیل نسخه های زیاد، آثار زیادی باقی مانده است و مثل 4 عنصر، عرفان و قصائد و رباعیات و دیوان غزلیات و غیره ها که خوشبختانه در کلکسیای میراث خطی آثارخانه ملی تاجیکستان از قسمی از این آثار نسخه های دستنویس و چاپ سنگی نگهداری می شود. از میان نسخه های دستنویس و چاپ سنگی آثارخانه ملی تاجیکستان 24 عددی آن دستنویس بوده. قدیمترین نسخه قلمی دیوان غزلیات میرزا عبدالقادر بیدیل سال 1177 هجری مطابق به سال 1764 میلادی از جانب کاتب امام بلخی کتابت شده است. کاتب در اثنای کتابت این نسخه توانسته است از کاغذ ابریشمی خوب استفاده برده با استفاده از رنگ‌های طبیعی دیوان غزلیات میرزا عبدالقادر بیدیل را با سبک زیبا نگاشته کند. معلوم می گردد که این نسخه رسا 41 سال پس از وفات میرزا عبدالقادر بیدیل از روی نسخه اصل کتابت شده است. مهم آن است که در مقابل این نسخه از جانب صحاف در برابر نقشکاری های نباتی و اسلامی بیت مشهور فارسی تاجیکی نگاشته شده است که آن چنین است: درگذر ای کریم از کرده ما، مدر آن روز حشر پرده ما. بغیر از این نسخه دستنویس در آثارخانه ملی تاجیکستان آثاری بیزوال میرزا عبدالقادر بیدیل نگهداری می شود که آن کتاب 4 عنصر بیدیل می باشد. این نسخه اساساً کامل بوده از جانب نفر با نام خوبیار ابن مجلدی ساخته شده است مقاوش و در استفاده و در ساخت این جلد این نسخه از کاغذهای رنگی که با رنگهای طبیعی ساخته می شدند با یک سبک زیبا نگاشته شده است. مهمیت در آن است که به مثلی که در روی جلد نسخه از جانب صحاف با استفاده از مهرهای مخصوصی صحافی او در قسمت داخلی نسخه نیز با رنگ زرابی تورنج‌های برگ مانند نگاشته شده است، ضرب زده شده است و در اینها نیز اسم صحاف خوبیار قید شده است. این نسخه اساساً از 280 ورق عبارت بوده. بغیر از ورق‌های اصلی در داخل نسخه این چنین ورق پاره‌های موجودند که در داخل این ورق پاره‌ها رباعیات، غزلیات و همچنین بیت‌های پراکنده میرزا عبدالقادر بیدیل با یک سبک زیبا نگاشته شدند. یکی از نکته‌های جالب این است که در این گونه ورق‌های پراکنده که در داخل نسخه نصب شده اند از جانب کاتبان محلی به مثل عبدالحی حصاری و عبدالمجید سمرقندی و دیگران دستنوشته ها باقی ماندند. این از چه گواهی می دهد؟ این از آن گواهی می دهد که در برابر باقی ماندن این اثر، این نسخه کاملی 4 عنصر میرزا عبدالقادر بیدیل، این چنین از شخصیت‌های تاریخی، خطاطان و خوشنویسان محلی که در مسیر موجودیت این کتاب در حضورشان قرار داشت و یا اینکه صاحبان این نسخه که خود یک
هنرمندان چیره دست بودند در اثنای موجودیت این نسخه در دستشان معلومات های پراکنده را کتابت کردند که هر یکی آن اهمیتی سرچشموی و همچنین اهمیتی هنری دارد. ناگفته نماند که این نسخه از جانب محمد خاکسار سال 1264 هجری یعنی عصر 18 میلادی با یک سبک زیبا با خط نستعلیق کتابت شده است. نادریت این نسخه در آن است که در قسمت زیادی این نسخه در کاغذها خط نوشتاری از جانب کاتب به نقطه کتابت شده است و اطراف متن نیز با یک سبک زیبا با استفاده رنگ طلایی زرندود شده است و موجودیت متن‌های ایضاحی که در حواشی در این نسخه افاده‌گر آن است که این نسخه در دست شخصیت‌های معتبری زمان‌های گوناگون قرار داشته است، اهمیت سرچشموی این نسخه را دوچند می‌کند. میرزا عبدالقادر بیدیل در 4 عنصر خود اساساً در باره 4 عنصر طبیعی که اصالتاً این 4 عنصر در بطن فرهنگی و مدنی ملت تاجیک از زمانهای باستان وجود دارد، یعنی اون 4 عنصری که حیات و ممات انسانی را از آن وابستگی میکند، در قالب 4 عنصر در 4 قسم 4 دفتر میرزا عبدالقادر بیدیل اندیشه های پاک خود وابسته به عرفان، وابسته به اخلاق و تربیه نسل جوان و راهنمایی مردم به سوی نیک رفتاری و نیکرایی او این اثر را تصنیف نموده است و خوشبختانه تا به امروز از این کتابی بزرگ نسخه های زیاد باقی مانده است و امروزها در مرکزهای تحقیقاتی در دانشگاه‌های جمهوری تاجیکستان وابسته به آثار جداگانه میرزا عبدالقادر بیدیل مخصوصاً 4 عنصر تحقیقات‌های گسترده از جانب محققان راه اندازی می‌گردد.